آدم به تو جزیره، دلم دیگه تنهایی نمیپذیره، یکی شدیم واسه فردای بهتر، کنارت همه چی دلپذیره، هنو مونده صدام همه بلندتر، عشق میگیرم عشق میدم مرتب، هوا گرمه بیا بریم لبه آب، برق نگاه واسه من کشنده، آدی یالا آدی یالا آدی یالا بیا بریم بالا، آدی یالا بیا بریم بالا. سلام، من آرمیتام، 23 سالمه. اومدم تو این برنامه کسی که قرار ولش کنم و پیدا کنم. سلام، شقایق هستم، از یزد اومدم عشقمو پیدا کنم. 57 سالمه. همین. سلام، چه جیگری؟ خود دختر خشی شبت میاد لباسات؟ کنم خیلی جیگر شدی؟ بد نیستی دیگه. سلام، اسم من پانیزه. امروز اومدم نفرت ابدیمو پیدا کنم و اینکه میخوام ببینم که کی قراره به من خیانت کنه. سلام 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 سلام. شما همون میشناسید؟ ما دیدیم من دیگه رو یوگا میرفتیم. من فقط پدل میرم. یوگا قدیمی شده. دیلم برای تنگ شده. آره هانی میدونی چند وقت ندیدم اینجا به نظرتون میتونیم دوست پسرمونو پیدا کنیم؟ امیدوارم. من که واسه خانهش اومدم. الکش نگو. از اینا نمیخوری؟ چی هست؟ من فقط آب طالبی میخورم. کری بری. نه اینا برای من ضرر داره. برای منم بریزی. طبیعیه ها. وایسا در ببین در رو باید باز. سلام، فرنازم، 23 سالمه. میخوام ببینم کی امشب از همه لاشی تره. اوه سلام جیگر. تو چه همسر مامان بزرگمی، تو چرا اومدی قربون؟ برو اون چندشی تو پاک کن پایین تو.
سلام، سوگندم، 25 سالمه و اومدم میخوام ببینم به کی میتونم خیانت کنم. شما عزیزم من فرنازم قربونت برم 23. منم 23 ولی چرا انقدر بی‌تر از منی؟ عزیزم من خیلی کار کردم بالای قربونت برم. یه نگاه کن دیگه بیشتر رو بردم. سلام قربونت بشم. چه آروس خشی هستی. چه بود خوبی میدی. عزیزم چیه؟ مادر من هم سن شماست. خدا شما رو نگه داره. همکاریم فکر کنم. پانی جان شما خودتو معرفی کن. من پانیز هستم، مخفف پنی. خوب من کارم پنینیه بابا، ننه پنی بچه من میشه نینی. شما چند سالته؟ من 23 سال پیش یکی مثل تو رو زاییدم. همین؟ همین سال؟ همین مشخص است بعد. چه میشه بیاد؟ بفرمایید شما هستید. من شقایقم. اوه شقایق جون من تو رو میشناسم بابا، من تو رو دیدم. لهجه داری؟ کجا دیدی تمام؟ 63. من فکر کنم یه سری تو مترو با هم دیگه آشنا شدیم. شقایق پانیز من که تو رو میشناسم، بذار بچه‌هام خودشون. بهم چند میخوره؟ شقایق 62. جمع تو جمعه میرم جزیره عشق تنهایی بسته شده قلبم فرش هوا گرمه مثل قلبه عاشقی جزیره میرم دل و قلبم و اینجا به تو میگم عاشقتم تا ابد بدون اینو بهم نمیرم. ارسطو اوی عزیزم چه حسی دارید که قراره عشق زندگیتون رو خودتون انتخاب کنید؟ ببین من امیدوارم به ما بخورن چیزایی که انتخاب کردیم، امیدوارم به ما بخورن. تو چی میخوای از عشق زندگی؟ چی میخوای؟ دیگه چی؟ قدش هم باشه، قدش وزنش هم زیر 2 متر لاغر. من یه عشقی میخوام که ولش کن بس. شما چی میخوای؟ من یه مرد میخوام عمر کنه. فارسیش چی میشه؟ یعنی یه مردی میخوام که عمر کنه برام بمونه. مثل قبلی ها نشه. شما چی عزیزم؟ من هرچی باشه. هرچی باشه. دیوار باشه. اینم در نظر داشته باشید دختر، اگه شما اونو انتخاب نکنید اون باید یکی از شما. اون باید ما رو بکنه. انتخاب الان دختر رو انتخاب میکنم. ما انتخابو به پسر. حق انتخاب دست دخترای قربون شکلت برم. اصلا کلا همین بوده. به نظرم بحث رو بذاریم. تیم دخترا همه 3-2 میگیم به جز فرناز 2-3. خب دیگه بریم سراغ اولین پسر. ببینیم قرعه به اسم کی در میاد. سلام، امیر حسام هستم، 23 سالم، از تهران. اومدم توی نفرت ابدی که ببینم کی منو تشنه میبره لب چشمه برمیگردونه. خیلی دوستتون دارم. آره بهش میخوری. خیلی کتاتو ببر. سلام. خیلی خوشحالم شما. سلام خوشبختم. من از بچگی ویدیوهای شما رو نگاه می‌کنم. شما اسمتون چیه؟ بنده امیر حسام هستم. امیر حسام. چه اسم زیبایی. سلام، خوب هستی شما؟ امیر حسام هستی شما؟ ویدیوهای شما رو من دیدم مثلا. کجا؟ توی بگم؟ نه نمیخواد بگید. معرفی کنم خودم. بفرمایید. بنده امیر حسام هستم، رپرم، یوتیوبرم، بازیگرم، همه کار میکنم. خوشبختم. چند سالتونه؟ 23. کلا بکنید دیگه. بنده چند سالتونه؟ 23. اصلا نمیاد. بهش میگم بیا. زبونم داره. خوشم میاد. یکم شبات سمسا بریم بدم. امیر حسام جان یه سوال. من ماشینم خراب بشه شما یه ماشین جدید می‌خرید یا ماشینم تعمیر می‌کنید؟ من اصلا جواب شما رو نمیدم. مرسی متشکرم. امیر حسام جان ماشین نداره. شما ویلای کور داره. شما هم ساکت. با استاب میرین. حسام نیست. امیر شما خیلی داری با خانم. خیلی داری امیر حسام جان. الاستی جان. اینجا چشم فقط ما نیستیم.
دخترها سوالی ندارن؟ نه. خیلی داری بد صحبت می‌کنی حسام جون. ببین خیلی بهبدنی. آرمیتا جان با ماست. آرمیتا سنگینه. برو عمر. خوبی شما چند سالتونه؟ 23. چه عالی. آرمیتا جون باید بری زیر تیغ جراحی. تایپ من نیستی. شما چند سالتونه خانم؟ کدومشون؟ برام مهم نیست. خانومه که شبیه عمه من تیپ زده. 57. شما چطور؟ چرا میخندی به اینو؟ بچه‌ها اسماتون هم بگید برمی‌رسن. بابا بزرگتر حسام جون دیگه. شما فرنازید؟ بله. من شما رو یه جا قبلا توی اپ دیتیابی دیده بودم. ما قبلا خیلی برنامه تو می‌رفتیم. بدو فکر کنم شما حضور داشتید. بله. بریم سراغ انتخاب دخترها. 5 دختر زیبا من دارم توی قابم می‌بینم. دخترها کدومتون قراره؟ با امیرحسام. آرمیتا بیا. آرمیتا زندگیمو میریزم به پات. از آرمیتا شروع می‌کنیم. زندگی نداری. آرمیتا جان بله یا خیر؟ خیر. خیر محکمی گفت. خیر. نفر بعدی نگاش نمی‌کنه. خیر محکمی گفت. واقعیتش خیلی پسر خوبی هستید ولی اصلا تایپ من نیستی. ببخشید من عذرخواهی میکنم از شما. چه شعوری داشت. شما هم تایپتون امیدوارم نباشم. آخه کوچیکی. اشکال نداره. جایی که باید بزرگ باشه بزرگه. بزرگه؟ مغزمو عرض میکنم. بله. شما مغزت فندقی متوجه نمیشی. بچه‌ها شما به نظرم وایسید که آقایون دیگه بیان. 100%. به نظرم بدید. امیرحسام جان به نظرم که هیچ کدومشون شما رو انتخاب نکرد. بله ممنون. میرسه به این که امیرحسام بنده اجازه دارم دست بانوی بزرگی مثل شما رو ببوسم. بله. خلی بزرگه. خیلی پاچه چیزی. آره همون. آره. خب بنده انتخاب کنم الان. بله بفرمایید. بنده با اینکه حالا دیگه اجباره دیگه آرمیتا رو انتخاب میکنم. آرمیتا نمیام. آرمیتا آرمیتا برو. سلام عزیز. خب بچه‌ها اختلاف قطعی من و آرمیتا. چه کاپلی ان. واقعا به هم میان به نظر من. واقعا به هم نمیان. شیپ خیلی. بچه‌ها بریم سراغ آقای دوم. سلام عزیز جان. نمیدونم. به 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 به. سلام من 35 سالمه هاشمم از تهران میخوام که با همه دخترها لاس بزنم. کجا میدم تو؟ حسام چی شد؟ آقا این چه برنامه خوبی شما؟ چه خبر؟ پرستو خانم رولان وایسید بچه‌ها. منو تایپم. من چوپول دوست دارم. شما میتونی شب بگذار جلو خودش که این کارو نکن. برو سمتش دستشو بگیر. بتونه دو سه نفر رو هندل دستشو کنه. بگیر. آرمیتا سلام به خانمای محترم. خوب هستین چطوری؟ حالا ما معرفی میکنم. هاشم. خوبی شما؟ به اسم میخوره من آرمیتا. هاشم جان خودتو معرفی کن. سلام دوست هاشم هستم 35 ساله از قزوین تهران. قزوین شده تهران بالاخره. من مادرم چون قزوینیه فرق نمیکنه دیگه به هر حال. تهران قزوین نداره دیگه. هاشم کو استسترون جان میشه بپرسم خانم ارسطو بفرمایید. کارتون چیه شما؟ من بیل مکانیکی. دست دوستان دست. بیل مکانیکی. بیل مکانیکی مرد کاری. قویه. ماشینتون چیه؟ بگم بفرمایید. هر شما دستور اگه آخه میترسم رو نظرشون تاثیر بذاره. ببینید 100%. اگه رو نظرتون تاثیر نمیذاره بگم نه واقعا مطمئنم. اصلا برام مهم نیست. من دوست ندارم دختر من به خاطر ماشینم بخوان. شما که امیرحسام جان بهتر میفهم. 111 111 من نمیخوام. نباید میگفتی به نظر 111 تا ماشین دارم. 111 تا ماشین دارم.
آقا ول کن ببخشید این برنامه دیتیابیه آقا شما داری پارتنر دوستان سکوت میرسیم به وقت اینکه دخترها بخوان هاشم به عنوان عشقشون انتخاب کنن. من شما هیچ چی نگو آرمیتا جان. چی کار کنیم به نظر شما زن زندگی میخوای؟ بله بنده خانم یزدی اونجا میبینم بهتون معرفیش میتونی من تو رو دارم بال میزنم. بریم بعدی. من واقعیتش تستوسترونی که توی مرد میخواستم ببینم و فعلا توی ندیدم تست. اشکال نداره. به هر حال دنبال تستوسترونن. خیلی دنبال من مقدار استروژن هم دارم. خیلی دنبال تستوسترون بودن و هستن. آقا هاشم چند سالتونه؟ 35. تو چراغ سبز منی. تو چراغ سبز منی. خیلی خوشم. اسم ایشون چیه؟ اسخای میکنم. خودتون معرفی سوگند. شما شغلتون چیه؟ بنده بلاگر هستم، رپر هستم، تو یوتیوب هستم. من هر جا که تو بخوای هستم. معروفی شما یعنی. ای کی داری یا ام؟ بمونه. دوستان بعدا میتونید صحبت بکنید. بفرمایید. انتخاب کردم. بفرمایید. بفرمایید. نظر فرناز هم مهم نبود. فرناز از من سوال نکردی. قربونت برم. اولین نفر که انتخاب کنه تموم میشه. وای هاشم. بله. بی وقفه میریم سراغ نفر بعدی. دست. Oh yeah! Oh yeah! 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 دوست آمالیم. Hey guys, hey girls. سلام. من خیلی خوشحالم که اینجام کنار شما. ما که استرس گرفتم با این خانم‌های خوشگل کردم. Yo guys, الکس هستم از آمل، بزرگشده کالیفرنیا و بیزینسمنم. 30 سالمه و اومدم تو این جزیره که امروز همه رو مال خودم بکنم. بعضا شما جاتون اونجا نیست اصلا بین اینا. شما تشریف بیار این ور. چرا؟ بین خانوما راحت‌تر. انتخابت راحت‌تر میشه. نیفته. واسه من شما رو میبینم همشون. باعث افتخار عزیزم. سلام خانم. جانم. من میتونم پارتنرمو عوض کنم؟ خیر. دوستان درگیری فیزیکی ایجاد نکنید. عزیزم برگرد داخل کادر. من تو کادری منو. بله برگرد داخل کادر. دخترونگی خودتو نگه دار. خیلی بهت میاد. نگه دار. خیلی بهت میاد. من خیلی خوشم که خودتونو معرفی میکنی عزیزم؟ من الکسم. الکس یه بیزینسمن. او مای گاد. من آمل به دنیا اومدم، کالیفرنیا رفتم مدرسه. پدرتون آمریکایی بودن یا کالیفرنیا؟ شما خودت منو نمیخوای؟ بله با هم دیگه اینا ولش دیگه کن. داداش تو دیگه خیلی ها رو رد کردی، ولش کن. اوکی ادامه بدید ادامه بدید. و من امروز اومدم که یه سری اچیومنت به دست بیارم. واقعا اچیومنت جدید میخوام برم تو رابطه. دخترا من اینجا کیس ازدواجی میگیرم. جدی میگی؟ تصمیم بگیرید. یعنی شما سوالاتون رو بپرسید. یعنی شما تستوسترون رو تو این میبینید؟ بله. یه لحظه صبر کنید. نه من تستوسترونش آمل جا مونده. سوالی که از الکس دارید رو بپرسید. نمیبینه. الکس جان شما چند سالتونه عزیزم؟ من 30 ام. من تو ترکینگ لایف هم به افتخارش. توی کالیفرنیا خونه دارید؟ من سویت دارم. فوی من آقا الکس ماشینتون چیه؟ جونم؟ شما میخوای با لهجه حرف نزنی اینجا. ماشین من ندارم. چی؟ من ماشین ندارم. ماشین نداری؟ من رانندم ماشین داره. من خودم ماشین انتخاب کنید دخترا. راننده داره انتخاب. من ببین بله. آقا الکس من خیلی شما رو دوست دارم ولی دوست دارم من برگزیده بشم. اگه دوست داری منو انتخاب کن. میتونم چیزی بگم؟ بفرمایید. هیچ کدوم به دل من نشسته. من منتظر نفر بعدی میمونم. نفر بعدی نداریم. تو نمیتونی که همینه. من همینو میبرم. نه دستو بکش. شما حق نداری انتخاب کنی. دخترا باید شما انتخاب. شو منو ببر. من نمیبرم. منو ببر. من میرم انتخاب. انتخابش کردی؟ بیا بریم. با همین هاشتف میپرم تو آب. بچه اون با کرونا داریم. بیا بریم. چه فارسی شدم یو.
فرناز جان، پانیز جان، دو انتخاب آخر مونده. دو انتخاب آخر مونده. بعد پسرا بیاید. حامی هستم، 45 ساله، از شهرک غرب. تا حالا هیچ رابطه‌ای نداشتم، اومدم تو این برنامه که یکی رو دوستشم باشه. سلام، فرامرزم، 35 سالمه، اومدم نفرت ابدی تا جایی که میتونم خیانت کنم. این اونور ببینم. اینا دیگه سوستن. این اونور. سلام علیکم. حال شما خوب هستید؟ سلام. اصلا ما چیه رو ببینم. این اصلا تستوسترون. آمپول تستوسترون زدی. بچه‌ها فاصله‌تون رو نگه دارید دیگه. من خیلی با ما دست نداد. خیلی بیشوره. دست گفتم بذار اول انتخاب کنیم بعد. دخترنگی خودت حفظ کن عزیزم. ببخشید. بچه‌ها خودتون رو معرفی کنید. من حامیم. حامی؟ آره. 42 سالمه. همین میره. ببینم. 42 سال کارتون چیه؟ ببخشید من خیلی برام مفخوره ایشون. من میشناسمش از تراکت پخش میکنم. چی کار؟ تراکت. شغل شریفیه. بریم سراغ پسر بعدی. منم که فرامرز هستم و 35 ساله. عاشق اسم فرامرز. ایشون املاکیه، قشنگ مشخصه. من شکارچیم. منم که آهو شکار میکنم. دختر سوالی اگه چیزی دارید بین دو نفر موندید بعد انتخاب. تو رو خدا بس مرسی. تو برو انتخاب. بابا این چیه؟ من نمیخوام باشم. جون مادرت. میشه زن تو بدی من؟ با هم دیگه دعوا می‌کردید. همین الان دستم دیگه گرفتید. دیگه ادامه نمیدم هیچیو. سکوت کنید. شما الان پارتنرای خودتون رو انتخاب کردید. پارتنر با هم دیگه صحبت کنید. بریم دیگه. الان چرا شما ساکتی؟ چی بگم؟ من قبلا تو رو دیده بودم، حس میکنم تو این استا بلاگری میکردی. من تو رو میشناختم. تایپ هم نبودی، واسه چی انتخابم کردی؟ ببین در هر شرایط و در هر صورتی به نظرم مناسب نبود رفتار و حرکتت که بخوای با اون هاشم دوزاری تاپاله دست تو دست بشین. من نمیدونم چرا آیفونشو واقعا داشت میداد بهت. گفت هلث باتریشو چک کن. چرا واقعا باید این کارو بکنه؟ و من به عنوان یک مرد جنتلمن میخوام همین الان بهت بگم که وقتی که جای منو نخوان من اونجا نمیمونم. بهتر. بله. و من به داور بازی به مجری برنامه اعلام میکنم که تو یه وری رو خیلی بیادبی. تو همون بهتر، همون برو پیش همون زنی که اون وریه. زنی که اون وری کیه؟ بنده نمیدونم. همون سفیدو. خب شما خیلی خوشحال شدم من انتخاب کردم. منم همین. کارت چی بود شما؟ من شکارچی دیگه گفتم نه که نه حالا بحث لاشی بازی نکنیم. واقعا کارتون چیه مثلا؟ شکارچی با تفنگ دیگه. ببین من آهو شکار میکردم. اومده بودم اینجام آهو شکار کنم. تا اینکه تو رو دیدم. منم که آهو زن عشق. تیرو نشوندم تو این قلبای شلوارت. قلبا رو چرا پایین گذاشتی؟ بالاتر یا پایینتر؟ دیگه ببین کجا هستی، هر جا بود من نشوندم دیگه. زیاد قلب دارم و کدومو دوست داری؟ همش باید بشونم. ولش کن. چند سالشه؟ چند میخوره بهم؟ میگن هنوز اینو 27. دیوس کجا؟ میگم شکارچی هم میدونم درست میدونم. خیلی قشنگ هستی. قشنگ معلومه این پسرایی هستی که خیلی دختر بازی کردی ولی الان قصد ازدواجه.
تو این نظر تو راجع من احساسی که دارم اینه که قصد ازدواج الان. باش. ازدواج میگیری منو؟ ماشین چی داری راستی؟ من یه وانت. چی؟ وانت یعنی که بار میزنم پشتش. از این آبیا اسمش فکر کنم پیراید بود. از این آبیاره من زیاد ماشین سر نمیارم. رنگش کردی دو رنگی. آره عشق قربونت برم. مرسی که من انتخاب کردی. من تو انتخاب نکردم، تو من انتخاب کردی. نه تو پریدی رو روم نشستم. تو دختر هستی که میخوای رو من تسلط داشته باشی و من اینجوری نیستم. ببین میتونم با راحت باشم دیگه. زیاد راحت باشه کادر میریم بیرون. میتونم با راحت باشم. بفهمم. ببین من 6 تا پسر میخوام. پسر دخترم نه پسر 6 تا. ببین خط قرمزای من تو رابطه میدونی چیه؟ ببین من احساس میکنم تو یک لول نیستیم. من فاکینگ کازاموراتی دارم. چی؟ کازاموراتی. خب اینو چند خریدم؟ چند خریدی؟ 300,000 تومان از بازار پروین. میخوام یه واقعیت رو بهت بگم. چی؟ من هر چی که جلو اونجا گفتم دروغ گفتم. جدی میگی؟ جدی میگم. من عقده‌ایم. اشکال نداره. من الکی گفتم بیزینسمنم. به دلم نشستی. اصلا ناراحت نباش. من 40 هکتار پسته دارم. جدی میگی؟ جدی میگم. من چرا یزدی شدم؟ خوشت اومده از من. بعدم نیومده. راستش من یکی دیگر می‌خواستم. خانم مجریه کی بود؟ چی میگی؟ یابادیه؟ به نظرم عوض شد. من دلم به شما باختم. آفرین. یه بوسم کن. سرما که نداری؟ نه. ببین اسم چی بود تو؟ فرناز. تو چرا صدا شبیه بقیه‌شون؟ من ببین روزا صدام شبیه دختر شبا که میاد صدام کلفتر. شما سوما زدی؟ سوما نه استروید ولی زدم. استروید بود. شما بو استروید میدی؟ آره. واقعا بو استروید. شام جوجه خورد. اصلا شبیه بقیه دخترا شما نیستی. اونا خیلی مثلا چیز خوبی. ببین شما فکر کنم سوما و اینا فکر کنم دادی. یه دوره آره مصرف کراتی به این مصرف کرد. تو بهم آره کردم تو پاچمون. یه دوره آره مسابقاتی نمیرم. من اصلا ورزش نمی‌کنم. شما باید ورزش کنی. شما اگه ورزش نکنی رابطه به جای نمیرسه. خب اسمتون چی بود؟ من اسمم حامی بود. حامی. اصلا خیلی بهت میخوره حامی باشی. حامی من نه آره کلا ببین دستو بده به من. این دسته شما دستتم کوچیکه نه. دسته چه دسته کامران قاسمپور چه؟ دست من ناگو اینجوری اصلا لطافت که زنو نداری. روزی 30 تا بارفیکس میرم قربون شکل. چرا مثلا تو زداست. دستو بیار دست این مرد باید انقدر باشه. آره مردونگی من نمیخوام با شما رابطه بشم. چرا؟ با کی میخوای باشی؟ یکی از اونها بهتره تو بودی. با کی؟ خوبی شما؟ سلامت باشید. اسمتون چی بود یادم؟ من اسما رو همش قطعی میکنید نه؟ آره اسما رو یادم آره سوگندم. سوگند چه اسم قشنگی. سوگند به لبخندت. بخش من یه چیز نکته میخواستم بگم. بفهمه. من خیلی فکر کردم راجع به رابطه‌ای که قرار ما تشکیل بدیم. بعد دیدم که شما خیلی بر من زیادی خوبی. میدونی یعنی چه حرف جالبی. والا پس کنم من لیاقت شما رو ندارم. یعنی دختر به این خوبی تا ندیده بودم زندگیم. لیاقتت همون بود که هی دستتو کی؟ نه اون که چیزه بلاگر معروف بود و اینا. من آدم معروف میبینم خوشم میاد ازشون. سلبریتی امضا و این حرفا. بعد هی می‌خواستم که امضا بگیرم اینم نمیداد دیگه. وگرنه که نه بحث رابطه که میشه دیگه احساسات میاد وسط. شما می‌خواستید چیز کنید با لپاتون امضا بگیرین؟ نه ایشون یه ذره چیز داشت که ولی من میدونی من اصلا مردی نیستم. من مرد. بله شما خیلی مرد واقعیتی هستید. خب هاشمو بده برم. الان حس شما به نظر شما هاشم واسه شما ریده؟ تایپمه. تایپت چه تایپت چی اصلا توضیح بده. اوکی. توپال دوست دارم، خوشگل باشه، خوشتیپ باشه، عینکی باشه، موهاش اسپایکی باشه. تو اصلا میدونی شغل هاشم چیه؟ موهاشو حسین کشاورز زده باشه. شغلش چیه میدونی؟ گربه میخوام. گربه واسم بخر. ببین تو واقعا جدی میگم یه پاپاسی نمیارزی. من اون خانم یزدی رو برمی‌داشتم. چه جوری اون اول بین اون همه دختر جذاب چش دنبال من بود. جذاب. بله. یعنی مثلا فرناز بی‌نظیر در نوع خودش. ببین شقایقو با 3 کیلو روغن من نمیتونم. شقایق که جای مادر ماست. درست صحبت. بله ببخشید اسخای می‌کنم. چی شد اومدی تو این مسابقه؟ میگم من دنبال شوهر بودم واقعیتش. دنبال شوهر میگشت اومد این مسابقه؟ دیگه اومدم دیگه کسی نمیومد سمت من خوشگلم به نظرت میاد. حست نسبت به من چیه؟ ببین حس من که نسبت تو عالیه. خب منم یه دلیلی داشتم اومدم اینجا، تو هم یه دلیلی داشتی. من و تو با هم باشیم به خواسته جفتمون میرسیم. میشه گفت. من 30 میلیون تومان پول میخوام
تو هم شوهر. منم. خونمونه داری؟ بابا پشت حیات وانت هست دیگه، اون پشتش. اونجا بریم زندگی کنی؟ چه اشکالی داره؟ با هم میسازیم زندگی رو. میشه گفت آره. یه ذره از خودت به من بگو. من حقیقتا که خیلی وقت از رابطه اومدم بیرون و الان برام خیلی هیجان انگیزه که با تو بیام توی رابطه. حدوداً 30 ساعتی میشه. پرواز اینا خیلی طول کشید ولی اومدم بیرون. تو چی؟ تو چند تا رابطه رفتی تا حالا؟ من گفتم من تا حالا رابطه رفتم واقعیتش، ولی خب کارم به ازدواج نکشیده. ازدواج که قرار نیست بکشه. چرا؟ هر کی میتونیم با هم ببندیم مثلا. ببین الان توی کشور دیگه ایم ما اصلا نیازی به این حرفا نیست. نمیدونم ولی کلا تعریف کن رابطه تو، تعریف کن، دروغ نگو. اول رابطه دروغ وارد رابطه نکن. بگو اشکال نداره، بگو من بدونم. من یه پسره بهم خیانت کرد. اشکال نداره والا، اشکال نداره. خیلی سختی کشیدم. خب تعریف کن. خیلی سختی کشیدم تو این مسیره. اینجا؟ من ناخونکارم واقعیتش. بعد خیلی پول منو خوردن. پول ناخونم میخورن؟ شما چرا استرس گرفتی؟ من بذار من عرقتو پاک کنم. رابطه نشدم. فقط یه سال ازم شما همه چیز چرا برعکسه؟ موهاتون حالم داره به هم میخوره. جدی میگی؟ بذار در علی سال دارم. من اصلا اگه تو آخرین مرحله با شما حال نکنم چی میشه؟ آخرین مرحله؟ اصلا کلا با شما حال نکنم. داداش عشق من نمیتونی. نمیتونم. واقعا نمیتونم استراحت بدم. ببین می‌خواستی فرار کنی نذاشتم. یه دست چپ من رفت زیر کتف راست. جابجا نمیشه. قیمت زدی رو. آره نذاشتم این حرکت اتفاق بیفته. خب تو خونه‌ام واسط برنامه. من لطافت داری. من دوست دارم با تو برم توی اتاق. نه من کلا دارم میگم چون لطافت داری. خب من قیافه قشنگ داری. خب من جذابیتی از شما نمیبینم. شبیه دختره اوکراینی نیستم. بخواب میرم یه اتاق دیگه. ببین تو با من بیای زیر یه اتاق، زیر یه سقف، خب حالم هم میخوره. حالت به هم میخوره میدونم، ولی باید بیای. راه دیگه ای نری. خب حامی جان متوجه شدی؟ من حاضرم توی این جزیره گوه سینگل بمونم ولی با تو تاپاله توی ساید وای نستم. بهتر. اصلا تایپ من نیست با این تیپ و قدت. اصلا من نمیدونم مثلا تو اون پسره که 45 سالش بود تا حالا رابطه نداشت به نظرم به درد تو میخوره. یا اونایی که خیلی عوضی بازی چی بود؟ بنده همه کارم. من مثل آچار فرانسه همه کاره و هیچ کاره. به نظر اون برو ببین. به نظر من اولین کسی خواهی بود که از این جزیره هم میده بیرون به خاطر اخلاق گوهی که داری. من تاش هستم. تو تایپ من نبودی اومدی خودت جا کردی. واقعا به نظر من تو نمیتونی یه پارتنر مناسب واسه یه آدم درست باشی. من آدم خیلی درستی ام، رو راست پاک. خیلی تتومو دیدی؟ خیلی جای دیگه هم تتوم دارم. همون بده همون یک دختر یک پیریه ببینه. من که اگر قرار به انتخاب بود که حتما شما رو انتخاب می‌کردم. حالا در طول برنامه هم شما می‌بینید من اصلا دختر دیگه نمیرم. یعنی الان که اینجا احساس می‌کنم هنوز به اون پختگی خودم نرسیدم. انقدر که شما دختر خوب و کامل و بی‌نظیری بودی. چقدر خوبه خود به این نتیجه رسیدیم. آره دیگه. شما برای من زیادی خوب بودی. می‌دونی من مطمئنی من زیادیم؟ خیلی. یعنی انقدر زیادی که دیگه اصلا. اسمتون هاشم بود؟ بله هاشم هستم. هاشم جان. جان هاشم. 10 روز نخوابیدم. و وقتی که اومدی تو و گفتی 111 تا ببین سوگن جان من به نظر من برای تو گزینه‌های بهتری هست تو این ویلا این جزیره هنوز آپشن داری شما. من میدونی همه پسرا هم چجوری بگم والا شما خوبی خیلی هم خوشگل با شخصیت با خانواده ولی من دیگه میدونی من احساس میکنم تو رابطه با شما ما رابطمون شما از بالا به پایین به من نگاه میکنی در آینده. خیلی از من بهتر و کاملتری میدونی همش من دوست ندارم دیگه میگم من احساس میکنم من دوست دارم من بالاتر باشم تو رابطه. خب هاشم یه دقیقه گوش بده. ببین نمیدونم شما پسرا چرا همش اینجورید که انگار شما انتخاب میکنید و شما مسیر رابطه رو انتخاب میکنید. بله. فقط تو نبودی عزیز من، همه دخترها میدونن ما همیشه آپشن دوم داریم. من از خدامه ببین بشکم بزنم با حسامم حسام از خداشم هست باشه مثلا ببین بشکن نزنم با نگام میارمش اینجا. این میشه الان بشکن بزنیم؟ نه الان اون موقع میخوام بزنم. ببین الان من میدونی چرا اینجا؟ چرا؟ من دوناتون بودم استریم دوناتون. بله استریم دوناتون و یه اونم چی شد من تو این جزیره خدمت شما تو این جزیره اومدی عشق تا پیدا کنی. بله ولی
بریم ببینیم که رابطه هم چجوری پیش میره. من به نظرم رابطه تاکسی خواهیم داشت. بینندگانم خوششون میاد. یعنی چه؟ یعنی قنات، قطاب، قناعت. اینا چیه؟ اینا خط قرمزاته. اینا رو باید رعایت کنم. ببین من تو رابطه هر روز قطاب میخوام. من تو رابطه میخوام که بذارید به کار خودم برسم. یعنی نمیخوام مزاحمم بشی خیلی. به نظر من تو خیلی مزاحمم میشی. ببخشید. بوسم کن. چه شد؟ من خیلی مودیم. جدی میگی؟ یه ساعت پیش دوستت داشتم الان دوستت ندارم. دو قطبی؟ بله. جدی میگی؟ من آقای فیلم بردار بیشتر الان دوست دارم. میندازمت پایین نه؟ ببخشید. میدونی که پوینت این ماجرای این جزیره چیه؟ اون کسی که تو رابطه بمونه برنده جایزه میشه. ما میتونیم یه کاری کنیم. هیچ میمونیم تو رابطه. هیچ ببخشید. بله من جدی دارم میگم. من الان میرم تو همین فکر کنم خانم پرستو هستش. من الان واقعا بهم بی احترامی شد چون توی اون قاب خیلی من واقعا دیدم تو داری دست تو دست میکنی میمالتت. واقعا حس آدم بی غیرت. چه حرفی بود؟ خیلی ناراحت شدم. تو حست به من پایین بود دوست داشتم. تو حسم من به حس اصلا تو حس منو درک نکردی. 10 دقیقه نمیتونی حس منو درک کنی. تو واقعا شعور نداری. به نظر من برم با مجری صحبت کنم. برم با مجری برای من همین الان صحبت میکنم. سینگلم آقا من. زودتر پیداش کن. ببین من روی این جایزه حساب کردم و ما باید این جایزه رو ببریم. از این جزیره باید برنده بریم بیرون. ان شاء الله میبریم. به من یه قول بده. چه قولی؟ شرط تا حالا قبول میکنم. به من یه قول بده که وسط این راه دلت نلرزه. نه خیالت راحت. من پام هیچ جا نمیلرزه. دلت نلرزه؟ پات چرا؟ پام که بلرزه دلم میلرزه دیگه. تو پاتم بابا دلت نلرزه. باشه چشم. ولی قول بده که حالا 1% هم به من برسه دیگه. یک مال تو. عالیه. 29 یک. برو. عالیه. قربونت برم. پول ناخن در اومد. همه چی با ناخن میبینه چندش. یعنی الان تو فکر پیش حسامه پس. من معلومه که فکرم پیش حسامه. تو وقتی میری دست اون زنی که رو اینجوری میری لپ میخوای امضا بگیری. اصلا من ببین من برو با اون بلاگره بهترن. لطفا صداتو بالا نبر. برو با آرمیتا جونه. لطفا صداتو بالا نبر عزیزم. شما ماشاءالله 10 تا دل دارید. اولا که ادای کسی رو من خوشم نمیاد. دوما صداتو بالا نبر. این کار در شأن شما نیست. هاشم رسپکت نمیذاری یا اتفاقا همون تو دنبال رسپکتینایی دوست داری بری پیش حسام؟ نه من تیگو دوست دارم. رسپکت. لطفاً برو با همونی که دوستش داری. من برای تو بهترینا رو آرزو میکنم. الان اگه دوست داری بریم به همه بگیم ما با هم دیگه نمیتونیم بسازیم. نه حتی به خانم صالحی هم من حاضرم بگم. نه اون لولم میشه دخترا میاد پایین. نه یعنی چی؟ ما الان بریم به خانم صالحی اینا بگیم ما با هم دیگه کنتاکت. فعلا تو جمع نگو. چیکار کنیم الان؟ بخوام بگم خودم میگم. الان من میخوام آیندهمو بچینم. اگه نگم من با تو قطع ارتباط کردم کسی سمت من نمیاد. هاشم خولم من. چرا؟ خولم من با پسری که 111 تا ماشین داره و دختر دیگه دل میبنده میرم با همون حسام. نه من خولم که با آدمی که از همین ثانیه 1 نفر دومش انتخاب کرده نشستم روی این صندلی. به عشق در نگاه اول اعتقاد داری هاشم؟ سوال مهمی پرسیدی. به عشق در نگاه اول اعتقاد داری هاشم؟ نه منم ندارم. پس بریم. ببین من برای زندگی چند تا شرایط دارم. من ظرف نمیشورم. منم نمیشه. ماشین هست، ماشین ظرف. میخری؟ دارم. من بیزینسمنم. من به تو گفتم من 2 تا دارم. ببین یه چیز دیگه هم هست. من تو تخت من تو رو از پشت بغل میکنم. رو تخت؟ بله. اما قرار تو این جزیره رو تختم بریم. بله. رو تخت چیکار میکنی؟ چیکار میکنم؟ آره. برای لالایی میخونم. میخوابونمت. درم میبندم میرم دیگه. چی گفتی؟ ببین بیا واقعیت رو بگم. من از تو میترسم. چرا؟ تو یه اومد من بردی. من یکی دیگر اون خانومه رو اون یکی بود. اون خانم مجریه رو من خانم مجریه رو خواستی؟ اون پیر شما چند سالته؟ 57 سالمه. خوبه. دست در نکن. دوباره 3 بار شده. خب بچه خیلی به ساخت جزیره قربونت برم. نظرتون چی بود سفیدتر از نظرتون چی بود؟
من که کات کردم با امیرسام. ببینم چه کردی؟ همون اول گفتم من تایپم نیست. خب تو بگو ببینم. آره بگو ببینم چه جوری شد اصلا. به نظر راضی میاد. از دست من فرار میکنه دیگه. چیکارش؟ چرا؟ حرکتی زدی؟ احتمالاً حرکتی زدی. آقا شما از پارتنراتون راضی من راضیم. ولی ببین شقایق دختر خوبه. شقایق کدومه؟ شقایق یزدیه. ولی من برو تو اتاق یه چیز بهم نشون داد سورپرایز شدم. اینجا اصلا نمیشه رفت تو اتاق. شما چجوری رفتید؟ حالا ما رفتیم نمیشه. بخوام فرار کنم. میگه من با آرمیتا خواستم برم آرمیتا زد. جیمیلش کامل مرده. نگفت داره. حالا جان جیمیل داشت. بله. چی نشون داد؟ جیمیل تا .com رو دیدم. من با شوهرم دوباره اوکی؟ آره دیگه. میگم چرا شوهرش مردن گفت دو تا از این اوکیه. چه عجیب. اوکی بود. دیگه جزیره است دیگه، راه دیگه نیست. ولی من واقعا 30 میلیون تومان اومدی شما. بله من اومدم 30 میلیون تومان. یه سوال از شما دارم. ما چجوری به 30 میلیون تومان میرسیم؟ تا آخر باید با پارتنراتون تو جزیره بمونید. حاجی پارتنر من انگار شوهرم بود. چی شده؟ پارتنر من انگار شوهرم بود. شما چرا حالت زنانگی نداشت. مرد مطلق بود. حتما بلند که گذاشت. من خود خیلی از شوهرم راضیم. تو چرا پیش ماهی لهجت یزدی میشه؟ ببین شقایق خیلی پیچ میاد. شقایق رو نکن این کارو. شقایق من خیلی دوست دارم. بهتون گفته بودم. شقایق که من اصلا عشق منه. قربونش برم. شقایق دم پایتو ببوس. موچلمو کنم میذارم تق و پن تک تکتون. دیگه به هممون فوش خار مادر داد فکر کنم. الکس عالیه. این شوهر تک قرار شده تو تخت من پشتش بخوابم. یعنی من از پشت بغلش کنم. دیگه اصلا همه رو حریفی توی ویلا. مطمئنی تک به تک همه رو حریفی. ها. مطمئنی این کارو میتونی بکنی؟ یه موقع یه برعکس نشه همچی چیزی. ها یعنی آره. تو چی شدی؟ من واقعیتش خیلی آدم کلوفتیه، خیلی گنده‌ایه، خیلی کلوفت، خیلی قشنگ. زود نفهمیدید اینا رو؟ نه اوکی بود، خیالت راحت باشه. من فعلا داریم پیش میریم ببینیم مثلا چه اتفاقایی میفته. تازه اول راه. تازه اول فشار نر به خودت بدی. نه اوکیه، من اوکی ام با یارو. ولی واقعا شما سه نفر خیلی بهنده. یعنی شما سه تا کاپلاتون محشره. من خیلی کاپلاتون. چطور؟ چرا شما دو تا؟ تو رو یه ذره شک دارم ولی خب شما دو تا رو خیلی مطمئنم. آره خب ما خیلی دمدی میام. تو ممکنه آسیب ببینی، من واسه همون میگم. من و حامی رو هم فکر کنم 1.92 این با هم دیگه. دو نفری رو هم. فرامرز بله فرامرز هست. آقا فرامرز شما فکر کن وارد جزیره شدی، یه پارتنر انتخاب کردی. بله. بعد یه آقای به نام هاشم که از آلمان اومده ایران به پارتنر شما دست‌درازی میکنه. شما ریاکشن چیه؟ آلمان قزوین، من از قزوین. ببخشید حالا واقعا دست‌درازی کرداشه؟ بهش آیفون داد. این آیفون رو بهش داد. دست‌درازی که دستمو دراز کردمش آیفونمو دادم. من تا زنش فقط آیفونو دستمو دراز کردم. زن منو بوسید. منم پام دستم خورد. تو زنتو عوض کن آخه من نمیفهم. بعد من صحبت کردم پشت صحنه پشت بوته ها با خانم چیز سوگند صحبت کردم. قرار شد سویش کنم. چطور ایشون پشت بوتا با سویش چطور ایشون پشت بوتا با دوست دخترمو صحبت میکنه ایرادی نداره. ما دست‌درازی میکنیم. چون اینجا همه جا گفته بودن دوربین داره، جز اونجا من نمیتونستم حرف بزنم. چیکار می‌خواستی بکنی پشت بوته؟ آقا چرا از اول جابجا انتخاب نکردی؟ چون که بنده تایپم این نوع دختر بود. چه نوع دختری؟ آرمیتا پسندم من. اسکینی پسندی؟ آره دماغ بزرگ، مثلا یه مقدار مثلا چش رنگی. من سوگند کدوم اینا رو داره؟ سوگند هیچ کدومو نداره. من دیگه چون میخوام جزیره بمونم. آقا شما پارتنر دوستت داره. ببین مهم اینه که حال دلت باهاش خوب باشه. من حال دلم باهاش خوب نبود ولی خوب حال دلم باهاش خوب نبود راستش. آقا رسپکت من تو این برنامه نگه نداشته شد چون من شما لحظات رفته. من چیز شدم از شوی رفتم برگشتم به کارخونه. آخه شما شنیدم دروغ گفتید کالیفرنیا بودید. بله من یه شکست مالی بزرگ خوردم، اومدم اینجا خودم و عقده‌امو خالی کنم و بگم که بیزنس من از پدر شما تشکر میکنم که همچین مرد بزرگی. منم از مادر شما تشکر میکنم که همچین پسر. تو این برنامه کلا خانواده من رفت زیر سوال. دوست باشیم با من سوگند به من این قولو داد
که بعد بیرون جزیره بتونی با هم رابطه لیاقت همدیگه رو دارن دیگه حتما. آقا فرامرز شما راضی هستی؟ ببینین همینقدر ممنونم ازتون که اسم ناموس من رو توی این خیلی ممنون از شما. اگر من آقا نبا سوگند میگه اجازه بده نه من بستم تمومه جایزه من تو رو خدا اسم زنت رو بگو. اسم زنت آقا شما نکن تو رو خدا نگیم دیگه اصلا پانیز نیست بگو دیگه خیلی رفیق شدیم. ما اسم زن همه رو میدونیم. آقا من زن خانم شما تو زنش کدوم بود؟ زن من که شقایق بود. پانیز. آقا پانیز من باختم شما برید. پانیز. خب بچه بذارید من داستانمو بگم. وای چی شده؟ سیسی مگه راضی نبودی؟ نکنی حاجی برای یه جا دیگه است. حاجی ببینید خیلیا تو ظاهر اون که نشون میدن نیستن. چی بهت نشون داد؟ هاشم که خیلی خوب بود ظاهرش، حالا نمیدونم اگه اونو میگی. هاشم تو قدر حسامو نمیدونی، راجع به هاشم نظر نده. هاشم بسیار پسر مهربون، پولدار، همه چی تمومی بود. تو نمیدونی چیزاشو. تو خیلی چیزا تو با هاشمی؟ به تو دست هاشم بشینه رو نفس نمیتونی بکشی، میدونی که من که با هاشم جوش شدم. جوش خوردید یعنی؟ جوش خوردیم. قراره با 111 تا ماشینش هر روز با یک کدومش بریم بیرون. از این به بعد دور حسامو خط بکش. خدا حسام برج لب و خط چش. یو ببینید حقیقتا مگه میتونستم واقعا با هاشم اوکی ما شدم. شبکه استانی یزد شکمش بازاریه پتیاره گف میزنی زیاد. تو چرا میخوای با همه باشی؟ خفش جادوگر یا اول بس. ببینید این امیر سام برنامه کنه. خب برنامه کوتوله باشه. همه کوتوله کسی من قد بالا 1.75 من ندیدم. خیلی هم قد 150 بجز ارسطو اینجا شیشی نوشته شما دیده؟ من اسم مامانش کار خط خورده. اسم مامانش رو بالای چش چپش خیلی هم قشنگه. میتونه اسم مامانش رو برداری دعا بنویسه. من پسری که عشق مادرم خیلی دوست دارم. پست چی؟ پست تو کیو دوست نداری؟ پست گذاشتی پسرا تو الان فکر کن حسام اینجا نشسته چرا زدی شبکه یزد؟ ببخشید مشکل دارید با من؟ چرا؟ با تو چرا؟ با هاشم بودم شما دوتا کراش زدید. از امیر حسام خوشم میاد، الان به اون بعدتون میاد. از من هنوز دمپایی دیگه دارم ها. ببین میانگین سن پسرا حداقل 10 سال از تو فکر کن 20 سال از تو کمتر. عزیزم تو شما هم گفی داری بزنی؟ من شبا گفتم صدا مثلا کلا تغییر میکنه. مگه فیونایی صدا دارن؟ عزیزم صبحاش وایسا ببینم وایسا کی تو خوشش میاد؟ راست میگه دیگه بابا اینقدر گویی نکن دیگه شبا ببینید 5 تا پسر تو این ویلاه منم 5 تا سوراخ دارم. همش مال منه. لکه ننگ این جزیره میدونی کی بود؟ آرمیتا. آقا چرا دوست دختر ما دستش به همه خورد. همه مالیدن. زن من پانیز ولی به شما پایدار. آخه من باش بستم گفتم 29 من برمی‌دارم یک مال تو. ببینید آرمیتا دختر خوبیه. شقایقم دختر خوبیه. من دختری که همون اول عشقشو نشون میده خوشم. نشال بود من دیدم آقا. ولی عشقشو به همه نشون داد. ببین من متوجه شدم که پارتنرم سوما میزنه. چی میزنه؟ سوما؟ سوما آمپول استروئید. میخواد تغییر رویه بده. چون سوما. من حتی یه دیدم کلاگیس سرش. من فکر کردم دستار یعنی سم حیوانات مختلف. حتی اونم هست. چه بدنش حالت زنانه نداشت. شما چجوری گذشت رابطتون؟ آرمیتا پانیز خانم من از اون پشت که دیدم به ما خوش گذشت. شما من پانیز خانم با من صحبت کرد پشت بوته. خانم فامیلشون لطفا بگید. شما پشت بوته با ایشون صحبت کردید اوکیه. من خانم پشت بوته راجع به رابطه میای بیرون از پشت بوته 2 دقیقه ول کن. شما خودت پشت بوته بودی با زن ما دیدیم. زن تو فرماش میای پشت بوته بوته ما رفتیم. ببین این جزیره رو بوته چیز کرده احاطه کرده. اصلا چرا آرمیتا با ایشون صحبت کرد؟ آقا با من ایشون انتخاب کردم. اولا که آرمیتا دیدید که نم شوکیا دیدن اینجا اومد تو آرمیتا اصلا رقابت نداشت با این. آرمیتا گفت من تایپم توپل پسنده. این به زور خب چیز کن یه قانون برنامه رو استفاده کرد ازش. حتی شما رو منم میتونی بهش این همه مردا خیلی کثیفه ها. ببین من میگم حالا که اومدیم صحبت کنیم راجعش دیگه. آقا به من میدونید چی گفت؟ اولش آخه چرا زوری انتخاب کردی؟ من کات کردم. واقعا؟ من بهش گفتم برو من. شما هم کات کردی؟ نه من کات کردم سری سوییشو زدم. منو سوگنم کات کردم. شما حذف میشید. میرسید منو سوگنم کات کردی. جدی داری میگی؟ خب پس شما رو بهش میدی دیگه. شما پانیز اونجا نیستی. آقا پانیز اونجاست چیکار داری تو؟ سوگن کدوم بود؟ دوباره نیستی الکل. من عاشق سوگن. دمتون گرم
میرم جزیره تنهایی بسته شده قلبم فرش هوا گرمه مثل قلبه مثل عاشقی جزیره میرم دل و قلبم و اینجا به تو میدم عاشقتم تا ابد بدون اینو بهم نمیگم دل من شده برام تو میبوسم گوشه ی لبا تو اینجا تابستونم عاشقون است بدون تو دیگه هیچ جا نمیرم دلو دادم به تو جزیره دلم دیگه تنهایی نمیپذیره یکی شدیم واسه فردای بهتر کنارت همه چی دل پذیره هنو مونده صدام همه بلندتر عشق میگیرم عشق میدم مرتب هوا گرمه بیا بریم لبه آب برق نگاه واسه من کشنده یالا همه دستا بیام بالا یالا همه دستا بیام بالا هوا گرمه مثل قلبه نخ قلبم به تو بنده دست به دست تو میچرخم تو این جزیره این حس کنار تو بی نظیره تنها شدیم ما تو این جزیره آدی یالا آدی یالا بیا بریم بالا آدی یالا بیا بریم بالا